ارتباط جهان هستی و اصول روانشناسی مثبت. ارتباط جهان هستی و اصول روانشناسی مثبت به ما کمک می کند تا درک عمیق‌تری از جایگاه خود در جهان داشته باشیم و از این آگاهی برای پرورش یک زندگی معنادار و امیدبخش استفاده کنیم. وقتی به وسعت عظیم جهان فکر می کنیم، به ارزش لحظات کوچک و نقشمان در این جهان بزرگ پی می بریم. این درک می تواند ما را به سوی قدردانی بیشتر از تجربیات زندگی روزمره و حضور آگاهانه در هر لحظه سوق دهد. به اینکه فرصت حضور در جهان هستی را یافته ایم، به اینکه آنقدر خوش شانس بوده ایم که جزو قشر آگاه جهان هستیم، به اینکه توانایی درک و قدردانی از فرصت نه تنها یک هدیه است بلکه یک مسئولیت نیز می باشد، مسئولیتی برای عمل کردن به شیوه هایی که به حفظ و بهبود جهان کمک می کنند، باید افتخار کنیم. هر عمل کوچک ما، چه یک لبخند ساده، چه یک کلمه دلگرم کننده، چه کاری برای محافظت از طبیعت، می توانند امواجی از تغییر مثبت ایجاد کنند که ما باید با آنها افتخار کنیم. به اینکه هر یک از ما توانایی داریم تا به روشی منحصر به فرد به داستان جهان بزرگتر خود کمک کنیم، باید افتخار کنیم. ما نه تنها شاهدان تاریخ هستیم بلکه سازندگان و روایتگران آن نیز هستیم. هر کاری که انجام می دهیم، هر انتخابی که می کنیم، بخشی از نساجی زمان و فضا می شود. هر لحظه زندگی ما فرصتی است برای رشد و ایجاد ارتباطات معنادار. ما می توانیم از هر تجربه، چه خوشایند و چه دشوار، درس‌هایی بیاموزیم که ما را به سمت یک آینده روشن‌تر هدایت می کند. همه ما با وجود کوچکی در برابر عظمت جهان دارای ارزش و تأثیر عمیقی هستیم. هر فکر، هر عمل، هر ارتباطی که برقرار می کنیم بخشی از الگوی بزرگتری است که به شکل‌گیری واقعیت ما کمک می کند. این درک عمیق از جایگاه خود در جهان نه تنها ما را به سوی تلاش برای ایجاد تغییرات مثبت بزرگتر هدایت می کند، بلکه به ما کمک می کند تا هر لحظه‌ای که در این جهان شگفت‌انگیز زندگی می کنیم را با قدردانی و شکرگزاری تجربه کنیم. درک گسترش دائمی جهان ما را به یاد این میاندازد که رشد و تغییر بخش طبیعی و ضروری از زندگی ماست. ما می توانیم از این مفهوم برای پذیرش تغییرات در زندگی خودمان و تلاش برای رشد شخصی و معنوی بهره ببریم. می خواهم بگویم که همانطور که جهان در حال انبساط است، زندگی ما نیز به مرور زمان در حال انبساط است. ما نباید خود را در برابر چالش ها منقبض کنیم، بلکه باید با پذیرش و شجاعت به استقبال آنها برویم. با هر موقعیت جدید، فرصت های جدید برای کشف پتانسیل های نهفته درون خودمان فراهم می شود. این رویکرد ما را قادر می سازد که با دیدی باز به آینده نگاه کنیم و از تجربیات گوناگون زندگی بهره ببریم. هر چالشی که با آن روبرو می‌شویم فرصتی است برای تبدیل شدن به نسخه‌ای بهتر و بالغتر از خودمان. این انعطاف پذیری و توانایی سازگاری با شرایط متغیر ویژگی‌هایی هستند که به ما کمک می‌کنند تا در برابر تلاطم‌های زندگی ایستادگی کنیم و از آنها عبور کنیم. همچنین با درک اینکه ما بخشی از یک جهان در حال تغییر و گسترش هستیم، می توانیم خود را بیشتر با جریان حیات هماهنگ کنیم و از زیبایی‌های پیوسته تغییر و رشد لذت ببریم. احساس وحدت با کل جهان و درک اینکه ما بخشی از چیزی بزرگتر هستیم می تواند به افزایش احساس تعلق و همبستگی با دیگران کمک کند. این اتصال عمیق‌تر به جامعه و طبیعت می تواند منبعی از امید و خوشبینی باشد.
اینکه ما تصور کنیم خدایی هست که می توانیم به او در ناملایمات زندگی تکیه کنیم بسیار زیباست. حسی که ما را به قدرت بزرگتر و معنای عمیق‌تری وصل می کند. حسی که نشان دهنده حضور ما در یک دنیای پیوسته و همزیستی متقابل است. در این اتحاد ما نه تنها شاهد زیبایی‌های پیرامون خود هستیم، بلکه بخشی از آن زیبایی‌ها نیز می‌شویم. این درک عمیق‌تر از جایگاه ما در جهان به ما این فرصت را می‌دهد که از هر تجربه‌ای چه خوشایند و چه دشوار به عنوان فرصتی برای رشد خود استفاده کنیم. این حس اتصال می‌تواند به ما کمک کند تا در برابر سختی‌های زندگی مقاوم باشیم و از هر چالشی به عنوان درسی برای پیشرفت و تعالی خود استفاده کنیم. این احساس وحدت و همبستگی با جهان نه تنها ما را در مسیر شخصی خود تقویت می کند، بلکه به ما کمک می کند تا با دیگران و با طبیعت اطرافمان ارتباط معنادارتری پیدا کنیم. بنابراین با این درک و اتصال ما نه تنها به عنوان افرادی در جامعه‌ای بزرگتر عمل می کنیم، بلکه به عنوان بخشی از یک اکوسیستم متنوع و پویا که در آن هر عنصر چه بزرگ و چه کوچک نقش مهمی در تعادل زیبایی کل دارد. این احساس اتصال و وحدت به ما کمک می کند تا در مسیر زندگی خود با اطمینان بیشتری قدم برداریم، با این امید که هر اقدام ما به نوعی به بهبودی و غنای جهان کمک می کند. همانطور که جهان در حال تغییر و گسترش است، ما نیز می توانیم انعطاف پذیری و پذیرش را در برابر تغییرات زندگی پرورش دهیم. این می تواند به ما کمک کند تا با چالش ها به شیوهی سازنده تر روبرو شویم. وقتی به اندازه وسیع و پیچیدگی جهان فکر می کنیم، تشویق می شویم تا در جستجوی معنای عمیق‌تر و هدف شخصی خود در زندگیمان باشیم. این می تواند به ما کمک کند تا رویکردهایی را پیدا کنیم که زندگیمان را غنی‌تر و معنادارتر می کند. دوستتون دارم.